سلام، تینا احمدزاده هستم. به اولین قسمت از شناخت ساختمان پوست خوش اومدین. توی این قسمت ما ابتدا میخوایم با ساختمان پوست به صورت کلی آشنا بشیم و بعد وارد مباحث کمی تخصصی تر بشیم. ساختمان پوست ما به صورت کلی از 3 قسمت تشکیل شده: اپیدرم، درم و هیپودرم که کم کم با هم میریم و داخلش رو میشناسیم. خود لایه اپیدرم که برای ما بیوتی تراپیستا بسیار مهمه از 5 بخش اصلی تشکیل میشه. لایه اپیدرم از پایین ترین قسمتش که بخوایم شروع کنیم قشر زایا یا قسمت بازال بهش میگن. در این قشر ما 2 کارخونه مهم و در واقع 2 سلول مهم رو داریم که برای ما نقش زاینده رو دارن. یکی کراتینوسیت ها و یکی ملانوسیت ها. در این قسمت میتونیم ببینیمشون. ملانوسیت ها همونجوری که میدونین رنگدانه های اصلی پوست ما رو تشکیل میدن و ایواملانین و فئوملانین تولید میکنن. کراتینوسیت ها هم سلول های اصلی پوست ما رو تولید میکنن و همینجوری که از اسمشون مشخصه برای ما تولید کراتین میکنن. کراتینوسیت ها سلول های اصلی ساختمان پوست ما هستن. در قسمت بازال یا همون قشر زایا تولید میشن. بعد از تولیدشون ملانوسیت ها که رنگدانه های پوستی ما هستن روی اینها به صورت کلی رنگ پاشی میکنن و اینجاست که تایپ پوستی ما از لحاظ رنگی مشخص میشه که اگر این تولید بیشترش از فئوملانین باشه رنگدانه های پوستی ما روشن‌تر هستن و اگر یوملانین یا همون ایوملانین باشه رنگدانه های پوستی ما تیره تر میشن. هر 28 روز یک بار ما ترنوور پوستی داریم. این یعنی چی؟ یعنی وقتی که هر کراتینی تولید میشه 28 روز تا 32 روز طول میکشه تا به سطح پوست ما برسه. در این 28 روز بریم با هم ببینیم که چه اتفاقی براشون میفته. همینطور در قشر زایا این کراتینوسیت ها تولید میشن و رنگدانه ها روشون پاشیده میشه و آروم آروم به قسمت بالاتر میان. قسمت بالاتر لایه بازال ما لایه اسپینوزوم یا لایه سنگ فرشی رو داریم. در این لایه ما مهمترین سلولی که بخوایم نام ببریم سلول های لانگرهاوس هستن. سلول های لانگرهاوس نقش دفاعی از بدن ما دارن، یعنی از ورود عوامل بیگانه به داخل بدن ما جلوگیری میکنن. در قسمت بالاتر از سلول های سنگ فرشی یا همون خاردار که بهشون گفته میشه ما سلول های لایه گرانولور رو داریم یا همون لایه دانه دار. در این لایه بیشترین میزان پروتئین وجود داره و کم کم داره سلول شکل و ماهیت اصلی خودش رو از دست میده. در بخش دانه‌دار ما فسفولیپیدها و گلیکوز آمین ها رو داریم. اینها هم از ورود عوامل بیگانه به پوست ما جلوگیری میکنن و نقش دفاعی رو دارن. کم کم که از بخش دانه‌دار خارج میشیم و این سلول ها مدام دارن ساخته میشن و به سمت بالاتر میرن، ماهیت سلول داره تغییر پیدا میکنه، یعنی هسته و سیتوپلاسم خودش رو داره کم کم از دست میده و داره به شکل سلول مرده تبدیل میشه. ما بالای لایه دانه دار لایه شفاف یا همون لوسیدم رو داریم. این قسمت بسیار نازک نور ازش عبور میکنه و در نهایت سطحی ترین لایه پوست که ما حتی با لمس هم میتونیم بهش دست بزنیم لایه شاخی هستش. وقتی کراتین ما در این سفر 28 روزه‌ای که از لایه بازال تا لایه شاخی داشته میرسه دیگه هسته و سیتوپلاسم خودش رو به صورت کامل از دست داده و در واقع به یک تیکه آجر تبدیل شده. در واقع دیگه هسته و سیتوپلاسم نداره و در خیلی از مقالات بهش قشر مرده هم گفته میشه. ولی چون هنوز کنش سلولی ما در این بخش داریم نمیتونیم بگیم که این بخش کاملا مرده هست و دیگه هم اسمشون کراتین نیست. وقتی این سلول به نهایت خودش میرسه به یک تیکه آجر درسته که تبدیل شده و اسمش از کراتین به کورنئوسی تغییر پیدا میکنه. پایین لایه اپیدرم ما لایه درم رو داریم. در لایه درم ما خودمون 2 بخش داریم: درم پاپیلار و درم رتیکولار. درم پاپیلار قسمتی هستش که فصل مشترک با لایه بازال و اپیدرم ما داره و درم رتیکولار بخشی هستش که از قسمت پایین به هیپودرم یا همون هایپودرم ما متصل هست.
ما در بخش درم سلول‌های خونی، رگ‌ها، سلول‌های عصبی، فولیکول مو و فیبروبلاست‌ها رو داریم. حالا فیبروبلاست‌ها چی هستن و اینجا برای ما چی کار میکنن؟ فیبروبلاست‌ها نقش بسیار اساسی در جوانسازی ما دارن و تولید کلاژن و الاستین به عهده فیبروبلاست‌ها هستش. کلاژن باعث انعطاف پوست ما و در واقع جوانسازی پوست ما میشه و الاستین همونجوری که اسمش میاد خاصیت الاستیسیته داره و یه مثال ساده میزنم. وقتی ما لپ یک بچه رو کاملا میکشیم این به صورت کاملا سریع جای جاش برمیگرده، ولی وقتی یک خانم با سن 70 و 80 سالگی رو میکشیم کاملا همونجا میمونه و دیگه اون کلاژن و الاستین پوست خودش رو از دست داده. تمام کاری که ما میخوایم بکنیم اینه که تحریک فیبروبلاست رو داشته باشیم در قسمت جوانسازیمون که این پیری پوست رو به تعویق بندازیم. نکته مهم دیگه ای که در مورد کلاژن و الاستین وجود داره، کلاژن و الاستین کاملا مثل نیروی محافظ کل این غدد چربی، لنف ها، رگ لنفی، عصب ما رو در بر گرفتن. مثل موقعی که ما میخوایم اسباب کشی کنیم و یک جسم چینی رو داخل یک روزنامه میپیچیم، کلاژن و الاستین میان از پوست ما و از این رگ ها محافظت میکنن. ما در قسمت اپیدرم غدد عرقی رو هم داریم که بهشون میگیم غدد آکرینی. همونجوری هم که در تصویر مشخصه غدد آکرینی به صورت مستقیم به پوست ما وصل هستن و باعث میشن که دما در بدن ما به یک شکل یکسان بمونه و ما در واقع تعرق داشته باشیم. علاوه بر غدد آکرینی ما در قسمت عرقیمون غدد آپوکرینی هم داریم. غدد آپوکرینی به فولیکول ما و در واقع به قسمت‌های تولید چربی ما متصل هستن. از سن بلوغ غدد آپوکرینی فعال میشن و وقتی که غدد آپوکرینی با چربی و عرق ما ترکیب میشن یا حالت وقتی که به طور مثال یه لباس سفیدی میپوشیم زیر بغلش بعد از عرق کردن زرد میشه، اون ترشح غدد آپوکرینی هستش. جدا از این ما در این قسمت فولیکول مو رو هم داریم. فولیکول مو که کامل ساقه مو داخلش هستش و تمام اما و اشیاء مو ما در قسمت درم وجود داره. غدد عرقی رو که توضیح دادیم و رگ‌های لنفاوی ما هم داخل این هست. نکته بسیار مهم دیگه‌ای که در قسمت درم ما داریم غدد چربی ساز یا غدد سباسه هست. تقریبا به تمام مویی که روی سر ما و صورت ما وجود داره یک غدد سباسه یا غدد چربی ساز متصل هستش. این که پوست ما خشک باشه، چرب باشه، دقیقاً به همین تیکه مربوط میشه. وقتی ترشح غدد چربی زیاد باشه ما به صورت ارثی یا به صورت ذاتی پوست چربی خواهیم داشت و وقتی ترشح غدد چربی ما خیلی کم باشه پوست ما خشک خواهد بود. پس اینکه پوست ما خشک یا چرب باشه مربوط به غدد چربی ساز ما یا همون غدد سباسه هستش. غدد سباسه ما سبم ترشح میکنه. پس از این به بعد وقتی میگیم ترشح سبم منظورمون همون ترشح چربیه که روی سطح پوست ما قرار میگیره.